زنان نامدار ایران، محلقا ملاح. از خدیجه ملاباجی و بیبی خانم استرآبادی، مادر و دختری که یکی معلم دربار ناصرالدین شاه و دیگری بنیانگذار نخستین مدرسه دخترانه ایران، تا خدیجه افضل وزیری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، و حالا محلقا ملاح، مدیرعامل جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست. گویی همه زنان این خانواده پیوندی جدا ناشدنی با علم و فرهنگ و فعالیت‌های مدنی دارند، به گونه‌ای که هر کدامشان در زمره زنان سرشناس عصر خود بودند. محلقا ملاح، دختر خدیجه افضل وزیری و آقا بزرگ ملاح و نوه بیبی خانم استرآبادی، در سال 1296 شمسی به دنیا آمد. او در سفر پدر و مادرش به مشهد در کاروانسرای عباسی که در مسیر تهران مشهد قرار داشت به دنیا آمد. پدرش آقا بزرگ ملاح به دلیل داشتن منصب دولتی در شهرهای مختلف ساکن میشد و به همین دلیل محلقا در شهرهای مختلفی مانند مشهد، قوچان، اصفهان، دامغان، همدان و کرمانشاه تحصیل کرد. او پس از تحصیل در فلسفه و علوم اجتماعی و جامعه شناسی در دانشگاه تهران مدرک کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرفت و برای ادامه تحصیل به پاریس رفت. او در آنجا علوم اجتماعی خواند و با مدرک دکترا به ایران بازگشت. در فرانسه دوره کتابداری نیز در کتابخانه ملی فرانسه گذراند. محلقا ملاح در بازگشت به ایران در کتابخانه دانشگاه تهران مشغول به کار شد و پس از مدتی در سال 1347 به ریاست کتابخانه مؤسسه تحقیقات روانشناسی برگزیده شد. او پس از بازنشستگی همه وقت خود را در راه مبارزه برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست گذاشت. او در سن 17 سالگی با محمد زمان بیات ازدواج کرد و صاحب فرزندی به نام بهروز شد. این ازدواج به جدایی انجامید. او سپس با حسین ابوالحسنی ازدواج کرد و از آن ازدواج صاحب 2 دختر و 1 پسر به نامهای نسرین، سوسن و داریوش شد. علاقه خانم محلقا ملاح به محیط زیست باعث شد تا در کتابخانه دانشگاه تهران با کتاب معروف بهار خاموش نوشته زیستشناس معروف آمریکایی راشل کارسون آشنا شود. بهار خاموش که تأثیر شگرفی در آغاز جنبش‌های زیست محیطی آمریکا و اروپا در سالهای آخر دهه 60 میلادی داشت، تأثیر عمیقی بر زندگی او گذاشت. او میگوید: بعد از آن از تمام سفارتخانه‌ها خواستم که اطلاعات محیط زیست کشورشان را در اختیارم قرار دهند. مدام مطالعه و تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم باید برای اقدام جمعی دست به کار شویم. دوست داشتم فرهنگ حفاظت از محیط زیست را به مردم بیاموزم. خانم ملاح در سال 1356 با یک گروه مطالعاتی در سازمان بازرسی کل کشور در زمینه پیامدهای آلودگی هوای تهران همکاری کرد و نتایج این مطالعه نیز شاید یکی از مهمترین دلایلی بود که به موضوع آلودگی هوا بسیار حساس شده و چندین سال بعد تشکل جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست را بنا نهاد. او یکی از فعالان حقوق زنان و جامعه شناسان برجسته‌ای بود که در سن 78 سالگی با همکاری همسرش زنده‌یاد حسین ابوالحسنی و چند نفر از زنان استاد دانشگاه و شاغل در سازمان محیط زیست یکی از نخستین و مؤثرترین تشکل‌های زیست محیطی کشور را تأسیس کرد تا نسلی از فعالان محیط زیست ایران را در مکتب خود تربیت کرده و به حمایت از محیط زیست ترغیب نماید. او میگوید: از من میپرسند چرا اسم جمعیت را جمعیت زنان گذاشتم. این موضوع 4 دلیل اصلی دارد که حاصل از مطالعات اجتماعی است. در این مطالعات مشخص شده است که زنان نقش کلیدی در آلودگی زمین و طبیعت دارند، اما اگر آموزش داده شوند بسیاری از این بحرانها کنترل می شود. نخست اینکه تکثیر جمعیت بر روی زمین با زنان است و انفجار جمعیت زمین مهمترین دلیل نابودی منابع طبیعی بوده که اگر زنان آگاهیشان بالا رود می توانند این موضوع را کنترل نمایند. دوم اینکه فرزندان در دامان مادر پرورش می‌یابند
و مادر و اساساً زن یک معلم بالفطره است و میتواند با آموزه‌های درست نسلی مسئول را تربیت و تحویل جامعه دهد. سوم اینکه این زنان هستند که مسئول خرید خانه و تهیه غذا می باشند و عمده تولید زباله با آنهاست که اگر آگاهی داشته باشند اینقدر زباله ایجاد نمی شود. و چهارم اینکه زنان بیشتر از مردان ملعبه دست سرمایه داران هستند، یعنی مصرفگرایی و علاقه به خرید کردن در زنان بیشتر از مردان است، یعنی عمده مصرفگرایی در بین زنان است. خانم ملاح برای بهبود وضعیت محیط زیست همواره ایده‌های جالبی داشت. او درباره برخی ایده‌های خود میگوید: تفکیک زباله از مبدأ در سالهای اخیر بهتر شده، اما هنوز جای دارد در این زمینه کارهای گسترده‌تری انجام شود که یکی از آنها توجه به بانوان به عنوان مربیان فطری جامعه بشری است که باید به آنها اهمیت داده شود. او ادامه می‌دهد: همچنین با توجه به اینکه وجود یک باتری خراب در کیسه زباله می‌تواند اثرات مخرب برای محیط زیست داشته باشد، شهرداری‌ها می‌توانند برای جمع‌آوری مجزای این باتری‌ها در مکان‌های مختلف، حتی سوپرمارکت‌ها، مخزن مکعبی شکل را تهیه کنند و در اختیار آن مراکز عمومی قرار دهند تا شهروندان باتری‌های خراب و دورانداختنی خود را به آنجا تحویل دهند. از این رو شهرداری می‌تواند در انجام چنین کارهایی متولی اجرای این طرح شود. خانم ملاح در ادامه گفتند: همچنین روغن‌های سوخته غذاها نیز وقتی وارد چرخه فاضلاب شهر می‌شوند، آسیب‌های بسیاری به محیط زیست وارد می‌کنند که برای جمع‌آوری آنها می‌توانیم مخازنی را در مراکز تجاری یا محل‌هایی که حضور مردم بیشتر است قرار دهیم تا شهروندان روغن سوخته خود را به آنجا تحویل دهند و متولیان مربوطه برای تسویه و استخراج مفید آن وارد عمل شوند. درست مانند اقدامی که برای بازیافت روغن سوخته خودروها انجام می شود. مردم می توانند با زباله هایشان کود درست کنند. آمار و ارقام تولید زباله در پایتخت بسیار بالاست. او می گوید هر فردی سهمی در کاهش تولید زباله دارد که باید در این زمینه اقدام کند. یکی از راحت ترین و در دسترس ترین اقدامات تبدیل زباله های تر به کمپوست است که یکی از عالی ترین کودها برای مصرف گل، گیاه و درختان محسوب می شود. حتی می توان به کمک کرم خاکی، ورمی کمپوست که سبک و بی‌بو است درست کرد. او ادامه می دهد این کار فقط مختص خانه های حیات‌دار نیست، بلکه حتی آنهایی که آپارتمان نشین هستند و حیاط ندارند می توانند در خانه خود بدون مزاحمتی برای دیگران در این زمینه اقدام کنند. برای این کار کافی است یک سطل دردار داشت و قسمت زیرین آن را از چند بخش سوراخ کرد. بعد زباله‌های نظیر پوست میوه، تفاله چای و غیره را داخل آن ریخت. زیر سطل هم یک بشقابی که نیاز ندارید بگذارید تا شیرابه از زیر آن وارد ظرف دیگری شود. زباله هم کود می شود. آن کود برای انواع گیاهان مفید و قابل استفاده است. خانم ملاح 2 دهه اخیر عمرش را در تشکل جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست صرف آموزش زنان خانه‌دار و معلمان مدارس برای آشنایی با محیط زیست و ضرورت حفظ زمین کرده و موفق شده است تا شعبات این تشکل را به 16 استان کشور گسترش دهد. ایشان همچنین در 103 سالگی منزل شخصیش را به دفتر کار جمعیت و پاتوق طرفداران محیط زیست تبدیل کرد و اجازه میداد تا کودکان، جوانان و نوجوانان به صورت اردو برای دیدار با ایشان و آشنایی با اصول اولیه حفاظت از محیط زیست به خانهشان بروند. مستندی به نام همه درختان من به کارگردانی رخشان بنی اعتماد در سال 1393 درباره محلقا ملاح ساخته شد. فضای زندگی و افکار ما در محیط زیست ایران را به زیبایی نشان می‌دهد. محلقا در سکانسی از آن مستند و در جمعی محیط زیستی بر ماکت کوه دماوند سجده می‌کند و گریه کنان می‌گوید خدایا خودت این وطن را نجات بده. سرانجام پس از چندین سال آگاهی بخشی، مبارزه، تلاش برای حراست از طبیعت سرزمین مادری، روز 17 آبان ماه سال 1400 خانم محلقا ملاح از بین ما رفتند.
حسین عبیری گلپایگانی، فعال محیط زیست، در آستانه 104مین سالگرد میلاد پیشکسوت‌ترین فعال محیط زیست و مادر طبیعت ایران گفت: خانم دکتر محلقا ملاح یک بانوی ایرانی اصیل فعال در حوزه‌های محیط زیست و منابع طبیعی بودند که با ایجاد یک تشکل ریشه‌دار ملی در حوزه زنان کشور، البته با کمک دیگران، شکلی ساختاری به دفاع از محیط زیست و منابع طبیعی کشور در حوزه زنان بدهند و فعالیت‌های زیست محیطی بانوان را نظاممند کنند. آقای عبیری در ادامه توضیح دادند: اگر این روزها همچنان شاهد شرایط کرونایی کشور نبودیم، حتما می توانستیم مراسمی شایسته تر برای 104مین زادروز خانم دکتر محلقا ملاح برگزار کنیم. ولی با توجه به اینکه هنوز باید از برگزاری تجمعات پرهیز کنیم، ما و تمام فعالان محیط زیست کشور هر کدام باید در قلب خودمان یاد ایشان را گرامی بداریم. به قول مهندس محمد درویش، محلقا ملاح 104 سال عمر کرد تا هیچ بهانه‌ای به کسانی که می‌خواستند او را ببینند و موفق نشدند نداده باشد. 104 سال زندگی سالم و دغدغه‌مندانه و امیدوارانه و سراسر عشق به ایران و همه گلها و گیاهان و درختها، رودها و کوهها و آبشارها و وجب به وجب خاک ایران. محلقا ملاح بعد از 104 سال زندگی شرافتمندانه و 60 سال فعالیت و کنشگری در حوزه محیط زیست ایران و پس از عمری تلاش برای فرهنگسازی و آگاهسازی بانوان و کودکان، برای همیشه ما را با دغدغه‌ها و نگرانی‌ها و مهربانی‌های خودش تنها گذاشت و از میان ما رفت. حالا این ما هستیم که رسالت بیشتری بر عهده داریم تا کار نیمه تمام او را به سرانجام برسانیم و صدای طبیعت ایران را به گوش همه اهالی این سرزمین برسانیم و بگوییم: حال طبیعت ایران خوب نیست.